سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال جنیدوف تیوی آفیسیال. ما امروز تصمیم گرفتیم که درباره یکی از آوازخوان مشهور ایران حمید هیرات به شما معلومات داده باشیم. حمید هیرات ماه فوریه سال 1991 در دهه ملیک مضافات چاپسر گویل تولد شده است. حمید هیرات از کودکیش یعنی از سن 6 سالگی به موسیقی و سرودخوانی توجه داشت. وی باری اول در سن 15 سالگیش به خواندن سرود آغاز می‌نماید. وی پس از ختم مکتب اسلوب عنعنوی موسیقی را انتخاب می‌نماید و در گروهی با نام دروغ فعالیت ایجادی خود را آغاز می‌نماید. حمید هیرات بیشتر با سرودهای لیریکی خود به دل مخلصان خود راه یافته است. تو را دیدمت بعد عمری سلام، ببینش که شوقی که ریزد مدام، ماندم یا نماندم. وی اینچنین اظهار می‌نماید که مفهوم اساسی کار من این پیش از همه محبت به خدا میباشد و بیشتر به اثرهای حافظ، سعدی و رومی مطابق کرده شده. سرودهایی که حمید هیرات را در مدت کوتاه معمول و مشهور نموده است این سرودهای ای خدا، دلارام و دیر کردی به شمار می‌روند. دیر کردی ببین از زندگی جا ماندم، دیر کردی زمین خوردم و تنها ماندم. از عشقت بند این دل دیوانه می لرزد، خرابم می کنی هر دم، خرابی با تو می ارزد. این بود معلومات مختصر درباره حیات حمید هیرات. در کانال عبور نشوید و ویدیوی نو را انتظار شوید.